اگه میمونا فقط یه موز داشته باشن موز کمیابه. وقتی موز کمیاب باشه ارزشش زیاد میشه. اما اگه میمونا شروع کنن به کاشتن موز بیشتر تعداد موز زیاد میشه، رایج میشه و دیگه اونقدر با ارزش نیست. تورم در اثر تقاضا. اگه میمونا موز بیشتری بخوان ولی کشاورز موز همون مقدار قبلی رو تولید کنه قیمت موز بالا میره چون موز کمیابتر شده. تورم در اثر هزینه. اگه تقاضا برای موز بدون تغییر بمونه ولی کشاورز موز کمتری برای فروش داشته باشه بازم قیمت موز بالا میره چون عرضه کمتر شده. تورم در اثر افزایش هزینه تولید. میمون موز میخره، موز میخوره، کیف زندگی رو میبره. میمون به بقیه میمونا درباره مغازه موز میگه. میمونای دیگه هم میرن و همه موزا رو میخرن. کشاورز باید درختای موز بیشتری بکاره. اما قیمت دونه‌های موز گرونتر شده. پس کشاورز قیمت موز رو بالا میبره تا هزینه‌اش جبران بشه. تورم در اثر افزایش نقدینگی. اگه تقاضای موز و عرضه موز هر دو ثابت بمونن اما میمونا برگای بیشتری برای خرید موز داشته باشن قیمت موز بالا میره چون حالا برگا ارزششون کمتر شده. ابرتورم. قیمت موز مدام بالا میره. پس دولت میمونا تصمیم میگیره برگ بیشتری چاپ کنه تا میمونا بتونن موز بخرن. میمونا بیشتر موز میخرن اما قیمت موز دوباره بالا میره تا با تقاضا هماهنگ بشه. پس دولت باز برگ بیشتری چاپ میکنه. قیمت موز دوباره بالا میره. دولت باز برگ چاپ میکنه و این داستان همینطور ادامه پیدا میکنه. در نهایت دولت میمونا همه برگا رو میسوزونه و تصمیم میگیره از چوب به عنوان پول جدید استفاده کنه. البته تورم همیشه هم بد نیست. اگه تعداد برگای میمونا همونقدر زیاد بشه که قیمت موز بالا رفته میمون خوشحال میشه. اگه برگای میمونا زیاد بشن ولی قیمت موز ثابت بمونه میمون پولدار میشه. اما اگه برگا ثابت بمونن ولی قیمت موز بالا بره میمون فقیر میشه. میمون در واقع خود ماییم. برای جلوگیری از تورم میمون باید توی موز سرمایه گذاری کنه چون با گذر زمان موز بیشتری رشد میکنه. گاهی وقتا تورم واقعا میتونه موزی بشه. صبح یادتون نره